بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش استفاده از نرم افزار تولید فایل واریز دسته‌ای بانک ملت ارائه شده توسط sipchdownload.ir. اولین کار شما باید وارد قسمت گروه بندی بشین، گروهتون رو تشکیل بدین. از این قسمت عنوان گروه و ثبت. بعد وارد قسمت ورود اطلاعات افراد میشین. ورود تکی از این قسمت، اطلاعات خواسته شده، انتخاب گروه و ثبت. این قسمت موارد تکراری رو پیدا میکنه بر اساس کد ملی. ببینید هیچ موردی. بررسی سطح اطلاعات، کد ملی و شماره حساب رو بر اساس تعداد کاراکتر که 10 تا هست چک میکنه. این قسمت رو هم که جداگانه فایل آموزشش رو گذاشتم. این قسمت هم که جستجو هست ملاحظه میکنیم. بعد وارد قسمت تولید فایل میشیم. مبالغی رو که در نظر دارین اینجا وارد میکنیم. حالا به هر میزان که هست. این شخص هم 0 مثلا. وارد این گروه میبینید تست 4 نفر هستن. گروه تست برای 3 نفر قصد واریز دارید، برای 1 نفر نه. ببینید تاها حساراوی. ببینید وارد پرینت میشید، ببینید اون 1 نفر نیست. خب این فایل این پرینتشه. جمع رو میتونید اینجا ملاحظه کنید و تولید فایل با پسوند پی. ببینید با این فرمت ذخیره میشه. این قسمت هم همینطور. خب من این رو به عنوان مثال ذخیره میکنم. خب وارد قسمت سوابق میشید و میبینید که یک فایل تولید شده. فایل تولید شده رو هم میتونید با نوتپد باز کنید. ببینید من قبلا پیش‌فرض گذاشتم. ببینید باز میشه. همون فرمتی است که بانک از شما میخواد. خب دوباره وارد قسمت تولید فایل میشیم. اینجا واریز یکسان هست، یعنی شما قصد دارید یک مبلغ رو برای همه افراد یک گروه به طور مساوی واریز کنید. ببینید مبلغ مثلا 50,000 تومان، 1 2 3 مبلغ به ریال دقت کنید. موضوع هم ایدی اعمال. ببینید روی همه اعمال شد. پرینت لیست. ببینید همه وارد لیست شدن. تولید فایل. ببینید من حالا این بار با این پسورد میگم. خب ببینید 4 نفر با همون فرمتی که خواست. امیدوارم موفق باشین. خدا نگهدار.